ساتور تورسون نویسنده خلقی تاجیکستان و یکی از نمایندگان برجسته ادبیات تاجیک نیمه دوم عصر 20 و اول عصر 21 شب 5 یونی سال 2023 در سن 77 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش تقریبا 3 سال آخر ادیب شناخته از سرطان غدود زیر معده رنج میکشید و در نهایت امین مریضی سبب مرگش شد. مراسم وداع با ساتور تورسون روز 6 ایون ساعت 12:00 دقیقه در نزد خانه‌اش کوچه اسدالله غلاموف و سپس ساعت 13:00 دقیقه نماز جنازه ادیب در مسجد مرکزی پایتخت برگزار می شود. ساتور تورسون را در آرامگاه لوچوب در کنار دیگر بزرگان ادبیات و علم و فرهنگ تاجیک به خود می سپارند. اهل فرهنگ و ادب در گذشت ساتور تورسون را یک تلفات بزرگ برای ادبیات معاصر تاجیک می نامند و می گویند او از آخرین نمایندگان برجسته ادبیات تاجیک نیمه دوم عصر 20 به شمار می رفت. ساتور تورسون 15 فوریه سال 1946 در دهه پسروخی نویه بویسون ولایت سرخندری ازبکستان به دنیا آمده. سال 1970 بخش عربی رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. ساتور تورسونوف سالهای 1993 اولین سخنگوی رهبر دولت امام علی رحمان و سالهای 1994-1997 سردبیر مجله ادبی روسی پامیر بود. بعدا چند سال دیگر وظیفه سردبیری نشریه وزارت فرهنگ تاجیکستان بهار عجم را به عهده داشت. ساتور تورسون سال 1972 عضو اتفاق نویسندگان اتحاد شوروی می باشد. ساتور تورسون سال 1994 سزاوار عنوان کارمند شایسته فرهنگ تاجیکستان، سال 1998 سزاوار عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان گردیده، سال 2006 جایزه دولتی ابوعبدالله رودکی معتبرترین جایزه ادبی در کشور را به دست آورده بود.